نشسته بودم و یه سر بریده توی دستم بود. باهاش حرف می زدم. بهش نگاه می کردم. داشتم از هم می پاشیدم. خب نیچه یه جمله خیلی معروف داره: کسی که با هیولاها دست و پنجه نرم میکنه باید همیشه حواسش باشه تا خودش تبدیل به هیولا نشه. داستانو شروع میکنه. خب دلیل اصلی این که این موضوع و این اتفاق غم انگیز به نوعی برای من خیلی جالب بود و توجهمو جلب کرد این بود که مقتول لاهیجانی بوده و من خودم هم لاهیجانی هم، اصالتا گیلانی و لاهیجانی هم، و همسرش تهرانی بوده و یه پادکستر جنایی بوده که پادکست آخرین شاهد رو داشته ضبط میکرده و آخرین ویدیویی که از خودش به جا گذاشته خیلی جالبه. ویدیو که نه، پادکسترها پادکست ضبط میکنن. آخرین فایل صوتی داخل کانالش خیلی برام جالبه. بریم گوش بدیم. انگار دقیقاً میدونه که خودش قراره چیکار کنه. دست میدادم که خیلی خشونت‌آمیزتر از اون بود که بشه برای همیشه در درون خودم نگهش دارم. نشسته بودم و یه سر بریده توی دستم بود. باهاش حرف می زدم. بهش نگاه می کردم. داشتم از هم می پاشیدم. میتونستم با این واقعیت زندگی کنم که همین الان یه زن جوون بیگناه و با ضربات چاقو کشتم و گلوشو بریدم. نه با اره، با یه چاقوی جیبی. موضوعات جالب این قسمت از این پادکست چیه؟ این دو نفر 10 سال با هم دیگه بودن و رابطه خوبی ترجیحاً داشتن تو فضای مجازی که اینطور به نظر میرسید و یه وقفه طولانی پیش میاد برای کانال آخرین شاهد، پادکست آخرین شاهد. همونطور که من 2 سال رفتم سربازی و یه وقفه طولانی توی کارم پیش اومد، ولی اینجا ماجرا خورده فرق میکنه. ماجرا اینه که بعد از اون وقفه طولانی یه فایل صوتی 1.5 دقیقه‌ای منتشر میکنه که بدون مقدمه شروع میکنه به گفتن یه سری جزئیات که سریع تو دست منه و با خودتون گوش بدین. خودتون یک بار دیگه گوش بدین که همین الان یه زن جوون بیگناه و با ضربات چاقو کشتم و گلوشو بریدم. حالا جالب اینجاست، یه فیلم از دوربین مداربسته هستش که این آقا با یک چمدون توی دستش داره به یه جایی میره، حالا معلوم نیست کجا، و پلیس کانادا یه چمدون پیدا میکنه که توش جسد همین خانوم توی مقطع خارج از شهر افتاده و مهدی هم به طور فوت شده داخل خونه خودش پیدا میشه، به نوعی که میگن خودکشی کرده. اسم خانومی که به قتل رسیده اینجا بارانه و میگه حدود 11 سال پیش بود که مهدی و باران با هم ازدواج کردن. مهدی در کمتر از 2 سال مدرک کارشناسی ارشد خودش از دانشگاه شریف گرفت و بعد از اون تونست که به کانادا مهاجرت کنه. اون قبل از اونم دوره‌های آرایشگری رو طی کرده بود تا بتونه راحت‌تر اونجا مشغول به کار بشه. طبق گفته خواهر باران یعنی همون مقتول، میگن مهدی یعنی صاحب پادکست آخرین شاهد که اسم جالبی داره، آخر این ویدیو یه چیز دیگه هم در موردش میگم، میگه مهدی با هیچ دختر دیگه ارتباطی نداشت و رابطش یه جوری رابطه خیلی سالمی بوده. خب حالا سوالاتی که اینجا پیش میاد چیه؟ چرا همچین اتفاقی باید بیفته؟ چرا صاحب پادکست جنایی باید انقدر فکرش مشغول بشه تا خودش یه همچین کاری انجام بده و بعد همسر خودش رو به قتل برسونه و خودش رو بکشه در آخر کار؟ نمیدونم. پادکست آخرین شاهد اسمش هم برای من جذاب بود به این دلیل که آخرین شاهد خود قاتل بوده، نه کسی دیگه ای. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت و سابسکرایب کنید و به خانواده متوفا تسلیت میگم.